سلامونه وخت بخیر قدرمن لیدونکو خدای دې چې روغ جوړ اوسئ اتولا وردګم یا زلبیا له ابدارۍ څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم دوستانو په نننۍ خپرونه کې راغلی دا د هرات ولایت دی او دا چوک چې په دروازه د کندهار مشهوره ده د کندهار څنګه چې ګورئ دا له پخوانی هغه یادګاري ټانک ده چې ده درولی چې دا د کندهار دروازې په نامه یادېږي دوستانو غواړو د یارانو سره وغږېږو او تاسو ښایسته ښایسته ویډیوګان در برابر کړو دوستانو موږ سره په نننۍ خپرونه کې یار دوست ده سلام علیکم لږ ذره په تیز غږېږه شکر ده څنګه یې ښه یې کابل کې د ځان لیدونکو ته معرفي کړي نوم مې محمد رحیم نه د لغمان ولایت نه یم او راغلی یم دلته هرات ته چکر ته ته خو په مهاجرینو کې نه یې نه مهاجرینو کې نه چکر ته راغلی چکر ته راغلی څنګه ده آب و هوا د هرات څنګه ده د هغې سره د لغمان سره چې مقایسه کړي یاره هوا یې ښه ده او ښه چکر ځای ده هوا یې ښه ده او ګرمي دومره نشته خلک یې څنګه دي خلک یې ښه صحیح خلک دي بلد یې نه پاک فارسي دې بې زده ده نه فارسي مې نه ده زده پښتو مې زده ده د څه ورسره کلام دې څه رقم ورسره کوي یاره دوستان شته فارسي خبرې کولی شي شته دوستان څه پیغام که دغه لیدونکو ته وړاندې کړې چې هرات ولایت ته راشي چکر وکړي کوم موسم کې ښه چکر وخت ده ستاسو په نظر یاره موسم خو همدا موسم ښه ده او چکر ښه ده دوستانو ته وایو چې هرات ته راشي چکر ووهئ او بس نور ښکلی وطن ده خو فارسي زده کړي فارسي زده کړي او فارسي مهم ده فارسي خوشحاله اوسئ دوستانو تاسو د هرات ولایت ښایسته ښایسته انځورونه وګورئ تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ سلام علیکم بران خوبیم برار ما بخیریم سعادمندیم جانمانا جوره بخیریم سعادمندیم خیلی خوش آمدیم ایرو خوش باشی بخیر باشی این چه منم چی یاد میکنم این تانگ دروازه قندار اندیوال اسمتان چی است اسم مجاهد از این ولایت هرات اندیوال چقدر وقت میشه هرات زندگی میکنید یک 35 سال میشه اندیوال به می چهارباغیم چهارباغ فرزه زبانتان کی از دری است زبان ما فارسی اندیوال باز پشتو میاد داری نیک پشتو کم بلدم زیاد هم نمیفهمم خدایی ولی مردم ایراد که هستن خیلی خوب مردم هستن خدایی مردم میمون نوازی اندیوال دیگه بشینیم خدایی نوار خزیم میفهمیم بخیر باشی برا سلامت باشیم خدا یاد اندیوال جان تشکر گیرم منن اندیوال بخیر باشی از میمان نوازی مردم ایراد جان خدا یاد بخیر باشی دوستای عزیز برار ما که از فارسی گپ میزد دیگه خوش شدیم از میمان نوازی مردم ایراد شما تصویر زیبای هرات ببینید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید جان سپاس برنامه امروزی ما در هرات ولایت زیبای هرات باستان هستیم و چون منطقه بهترین منطقه سرسبز که به نام کوه 60 تعمیر میشه و شما تصویر زیبای از این جانب ببینید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید ما در ولایت زیبای هرات باستان هستیم و این کوه را به نام کوه 60 یاد میکنه دوستای عزیز ما به ما معلومات خودت بیاجی بیادر السلام علیکم الله خوبی تیاریم بخیر
بخیر و سلامت باشی. این منطقه رو چی یاد میکنه؟ این منطقه به نام کوه 60. کوه 60. خب کوه 60 اول اگه خود نامت بگویی، امی نام از این ولسوالی رو به ما بگویی. نه خود ما گلامین از ولسوالی کرخم، از قریه کوه 60. کوه 60. بله. امیجا که از شما چقدر وقت میشه اینجا زندگی میکنی؟ ما 4 سال میشه، 5 سال میشه اینجا. دمی کوه 60 بله. منطقه. چقدر خانه اینجا به نظرت خود بود؟ فهمید زندگی خود کردن؟ اینجا شاید 150 خانه باشه. 150 خانه. دوستای عزیز، ما در ولسوالی کرخ منطقه کوه 60 آمدیم و چون شما میبینید بسیار یک منطقه سرسبز، چون ما پرساندیم که منطقه سرسبز اینجا کدام میوه ها را دارد و کدام میوه که اینجا مشهور است. اینجا میوه فعلا نال سه مونده، میوه رسیده که بود این سال امیگر بجاره دادم به 2,80,000 نربه بردم، حالا می سیبا بمانده. اینجا دیگه کدام میوه که از زیاد است؟ مثلا میوه گفتی یعنی سیب است، پسته هم پیدا میشه اینجا؟ پسته خو اینجا دیگه به این بغل نیالار بشین خو نشده تا ولی. خب 10 سال میشه تا ول کلان نشده. خب یعنی اینجا نمیشه نه اصلا نمیتونه. نه اینجا پسته اینجا خونه که هوا. خب ما چطور از دیگه بغیر از سیب و دیگه کدام میوه اینجا پیدا میشه؟ دیگه اینجا اله است، زرداله، شبتال هم است، جوز بادام، میسی با ایت چیزایی. خب دیگه مردم مصروف چی کاروبار هستن اینجا بغیر از می؟ دهقانی میکنه دیگه کارم دارن دیگه مردم دیگه می گوسفنداری میکنن، مالداری، چوپانی میکنن اینجا گندم میت چیزا بخو میکردم با اینجا و کچاله و لیبی تا چیزایی. خب تا هم گوسفند و بز داری؟ خود ما خوشحال یک 20 داشته باشم گوسفنده خورد کلان. خب خیلی دیگه شیر و ماز دیگه پریمان از دیگه. آره دیگه امیجا که در منطقه 60 یعنی کوه 60 امی غذای مشهور از چی هست؟ غذای مشهور دیگه چی بگین دیگه آدم؟ امی یعنی ما خو بعضی مردم که است که یک غذای مشهور داره که از مردم کدام غذا که بسیار مشهور است؟ این دیگه تا چای نون میخوره، دوغ نون میخوره، خلاص دوغ از دیگه. آره دیگه مردم. خب دیگه مردمای خیرمند قدارم که از دوغ خوش داره. آره دیگه دوغ خوش داره. با چطور است که باز زمستان برف میشه نه؟ مشکلات باز میباشه یا نمیباشه؟ مشکلاتی که اینجا زمستان برف خیلی میشه. ببین بغل آدم از چی رفتن نمیتونه. تا دوره می اون تا کلا همه برف میشه. باز طرف باز خوبه که برف بشه تا چش برف هوا میشه. گرمه طرف ته. مکتب هستن باز اینجا؟ مکتب مدرسه؟ مکتب خو متوله که بیام مکتب اینجا ندیدم. بیخی مکتب نیست این منطقه. نه مردم مکتب نمیخونن چی. من نه مکتب نمیخونم، مکتب نیست. نیه چی؟ مدرسه هم نیست. مدرسه نیست. این تو مچه هست که مردم خود نبره که نمی چی بکنه. نماز خور بخونه کودکا درس میخونه دیگه مکتب تو چیز نیه. درست است. دوستای عزیز ما در منطقه کوه 60 آمدیم چون بیادر عزیز می‌دونید که مشکلاتشون زیاد است. مکتب و مدرسه بهترین جای است که اینجا مکتب و مدرسه امکاناتش بسیار کم است. دیگه بازی ولسوالی که کدام ولایت دیگه که سرحد داره که بادغیس داره یا دیگه چیه خود هرات به جمع هرات میشه اینجا دیگه. این طرف باز طرف بادغیس هم میره، این طرف از ما بند سزاک به طرف دیگه باز به جمع بادغیس میره. تمام بادغیس جای است که پسته زدن ما گفتیم اینجا پسته خواهد شد. نه اینجا که پسته نه، اینجا که پسته است. باز این طرف دیگه اینجا پسته نمیشه. تشکر، بخیر سلامت باشی. عزیز ما که ما بیشتر همراهش گپ زدیم دیگه کار باش پیدا شد دیگه. بعض سخنهای مامان درباره از می چی به ما نگفتیم، مشکلات از می قره که باز اینجا خب برف و بارش میشه. با شما زمستان چطور میکنید؟ ما زمستان اگر یک وقتی یک مریض خسته پیدا شه از این جگه مگر تا لب سرک پخته مگر این تو بریم پیاده مترخ نمیره، از گل میشه، راه خرابه، برف و بارش خونکی ما تا از این جگه بریم کل به مشکلاتی میس اثرات. ولی خیلی چی شده، خیلی قتل شده به امیر راه، خیلی خونکیه بیچاره دیگه تلف شده دیگه. بله تلف شدن دیگه. اشته کنیم مشکلات هست. مشکلات خیلی بند. باز امی مردم از اینجا با کدام زبان صحبت میکنن بیشتر؟ اینجا بیشتر اینا که هست همه فارسی میگه. باز یک سه خانه ما که هستن پشت اینجا کلشون از مردم هرات هستن از دیگه جای اومدن؟ از اینجا از هرات. یک خانه پشت که هست از بادغیس اومده. ما این سه خانه که هستیم از اینجا.
به می قریه میشینیم اینجا. باز رسم رواج عروسی از این مردم چه رقم است؟ مهریه ولوار میگیم، ما برش ولوار میگیم، پیشم میگیم. عروسیشان چه رقم است؟ مد جمع جوش است، یعنی ما نکاح میکنیم میگیم عروسیش ما تشریف چه رقم عروسی میکنن از اول تا آخر. اینجا عروسی که هست تو خیلی چی نمیکنه، مصرف نمیکنه، تو ختم میکنه خلاص است. ختم میگیره، نکاح بسته میکنه. نکاح بسته میکنه، ختم میکنه دیگه خلاص. این بهترین چیز است دیگه، بهترین نکاح اونی که است که مصرفش کم باشه. با حساب ولوارش چقدر است؟ ولوارش از می 5 لک گرفته تا میره تا 7 لک 8 لک مقدار خیلی. همین کس ولوار در کس بلند است دیگه، 5 لک 6 لک 7. چه رقم منطقه ششکو میگشه؟ این منطقه کوی 60 میگشه، اما تو ولوارش هم از 6 لک بالاست دیگه. ولی از بنا کوی 60 اینجا. خود خرسی نکردی؟ عروسی خود نکردم، ما عاشق شدم اینجا. عاشق شدی؟ به عشق نرسیدم. شکست خوردم عشق. وی حالا عاشق شدی، حالا شکست خوردی؟ شکست خوردم نرسیدم. در این منطقه عاشق شدم و عشق نرسیدم. شکست خوردم. اوه خدایا پاک. کل کار گنده شد. نه والا. برو خیر خدا مهربان است، فهمیدی؟ عشق عاشقی را کی به مجنون بلایلا نرسید. خدا مهربان است، قصهش نباش. خاله یگام وقت می کوک میگردی دم تفریح، باز یگام خواندن خو میخوانی، بازور چه رقم میخوانی؟ یک دو تا شخما بخوان. خواندن دیگه چی بگم خواندن؟ انت فهمیدی عشق عاشقی خو می باشه، درد دل خدا میگنه تا خواندن میگه دیگه چه رقم میگه؟ غزل میگی. غزل دیگه همین زدن گفته خواندن. چرا خواندن میگه؟ وقتی کوی جانانا لاړ بی وفا شوی. اسمان چیز میگی تا رازی قیمت بینه، ما خو انت میگیم دیگه، باز چیم شما چه رقم میگی؟ تو چه رقم میگی؟ تو چه رقم میگی دیگه؟ کار خود خو میگی، زمزمه خو میگونی. تو زمزمه نکردم، نخوندم، هیچ یاد ندارم که چه رقم عاشق هستی. گیران کردی بعد از عاشقی که عزیز دادی؟ اشتباه نکردم که در نون نمیخوردم. چند روز؟ نه دردی عاشقی. چه کار کنی عاشقی که کار آسانی نیه که هر کس عاشقی از 100 نفر یک اگر برسه چه میشه؟ ما هم نرسیدیم. عاشقی ما هم تکر خوردیم. خب باز دیگه در روز هم نان نخوردی. پدر و مادر باز خبر داره؟ پدر و مادر که خبر داره دیگه، چیکار کنه؟ عزیزشان نمیه. دختر عروسی شد؟ عروسی خو نشده تا، ولی مقصد نامزد شد. نامزد بشه. ایده طرفه بود یک طرفه؟ هر دو طرف. نه والا ناجوانی شد ولی والا یک طرف که باشه خب از خیلی چی نیه دیگه. والا دقت زدن شد دیگه. از دو طرف که باشه باز کنده میشه. دو طرفه که باشه خب مزه میده. منگی نرسید دیگه، باز دیگه کار خدایه. دیگه کار خدا بود دیگه، نشد عشق نرسیدیم. چون خدا بت صبر جمیل بده. عاشقی درد زور است دیگه. امید عاشقی درد زور است دیگه. بخیر باشی. تشکر بسیار زیاد. بخیر باشی، سلامت باشی. ما در منطقه کوی 60 ولسوالی کرخ ولایت زیبای هرات باستان هستیم. و یکی از مشکلات عمده که در اینجا بود همین مسئله ولوار توی عروسی بود که تقریبا از 5 لک گرفته تا 6 لک تا 10 لک روپیه. و شما تصویر و شما گپ‌های از دوستان شنیدید که مشکلات عمده از این مردم که از بیخی نداشتن آگاهی از بخش صحت، نداشتن مکاتب، نداشتن مدارس بود. و چون از مشتان که مشکلاتشان بسیار میشه دیگه، شما تصویر زیبایشون رو ببینید. تا برنامه دیگر که من اتوال آورده از یوتیوب چینل عبدالله در خدمت شما حاضر میشم. شما رو خداوند پاک بی‌نیاز میسپارم. وقتتان خوش.